سخن خدا و پیغمبر در بین رد بدل شود همه نور است، همه رحمت است. انشاءالله یقین است که همو مسئولیتی که در ذمه گذاشته شده است در هر جای کردی می شود، به هر راهی کردی می شود. اگر مقصد الله باشد به خاطر الله هم کار انجام بدی. ولی بعضا تنها را میزنم که این ملو فقط در سر دسترخوان گپ میزنم. یک جا گپ زنیم از برای خدا، یک جا گپ زنیم، بالای منبر گپ نزنیم. اوقی در کجا دیگه گپ میزنیم؟ در میدان و در صحرا گپ زدن نشود. همه خیلی مورد میشود که در همین سر دسترخوان یا لحظه همدیگر را میبینیم، همدیگر را یا تأکیدات و تاییدات میکنیم که برادرای عزیز فراموش نکنید واقعا این دین نصیحت است. این دینی است که در این امر به معروف و نهی از منکر یک رکن دین تشکیل میکند. این دینی است که خداوند بزرگ تأکید کرده است که ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. البته در بین شما باید گروه های باشند، شخص های باشند که دعوت به سوی خیر کنند، امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنند. бисёри мардо шикоят мекунанд аз простата, хина гирифтагӣ, яъне ки ҳамхобагӣ. ман ба ҳамаи шумо тавсия метиҳам яке аз доруҳои гиёҳӣ ки аз гиёҳ омода шудагӣ аст бо номи паҳлавон. ин барои хунук гирифтагӣ, барои роҳи пешобдон, барои бақувват кардани мардонагӣ ва якчанд сирҳои дига ҳам дорад. ростигиша дар инҷа гуфта наметавонам. агар шумо дар лозим бошад комментария дар бо нависен паҳлавон. доставка ба тамоми шаҳрҳои русия ва ҳатто ба тоҷикистон ба тамоми шаҳрҳо дар шаҳри душанбе ройгон. این دینی هست که پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم تأکید میکند که من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. هر کسی از شما یک کاری منکری را دید امکان داره به دستش اصلاحش کنه. فإن لم یستطع فبلسانه. اگر امکانی با دست اصلاح کردن نداشته باشد با زبان اصلاحش کند. فإن لم یستطع فبقلبه. حتی اگر میگه همین به زبانش هم که نتونه لااقل به دلش همون را نکوهیش مذمت کنه. و ذلک اضعف الایمان. همین ایمان است، همین قسمت آخر میگه ضعیفترین ایمان حساب میکنه. برای همون وقتی که جای ششتم از خدا و پیغمبر حتما باید صحبت شود. برادرای عزیز به خدا قسم شخص وقتی آدم میشناسه و احترام میکنه که بدونه کی است، از حیاتش آگاه باشه، از صفاتش آگاه باشه، از خدماتش آگاه باشه. کسی را اگر نشناسی ای کجا به قدرش میرسی؟ قدر زر زرگر بداند، قدر جوهر جوهری، قدر گل بلبل بداند، قدر قنبر را علی. اینا یا آدم نمیشناسی، نمیدونی کی است چی است. تو مرد سخن نگفته باشد ای بهانه رش نگفته باشد. ای کجا میدونی چه قدر شناسیش میکنی، قدر دانیش میکنی. برای همین وقتی در محفل شیشتیم گفتگوزار ببینی از پیغمبر میکنیم، از صحابه های پیغمبر میکنیم به خاطر هم که از نزدیک بشناسیم شو، بدونیم که حضرت ها چی جان فدایی ها کردن، چی مشقت ها کشیدن، چی حق در ذمه ما زنده ها دارند. سبحان الله. همین سال 2009 بود جشن امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله در همین جمهوری ما به شکل صورت بسیار وسیع قید گرفته شد. از گوشه و کنار دنیا علما اومده بودن، از جمله خدا رحمتش کنه شیخ محمد تقی عثمانی را اومده بود. بسیار یک شخصیتی بزرگ است. من همین گمان میکنم که این خلاصه من تنها نیست. امروز در کره زمین فقیه‌تر از همین آدم یگان شخص نیست. و ما حنفی ها افتخار میکنیم که الحمدلله از مذهب امام اعظم ابو حنیفه است. فقیه مذهب حنفی است، بزرگترین فقیه است. خاصتا از مسائل معاملات، مسائلی که در بازار و کجور میشه، مسائل های نو اومده است. کتاب نوشته است حضرت فقه البیوع. خیال میکنم که در همین موضوع همین خیلی کتاب مکمل 2 مجلده در دنیا کسی ننوشته است. حقیقتا شخصیتی بزرگ است. حضرت اومده بود اما مردم نمیشناسنش، به زبان اردو گپ میزنه، مردم ما ندوننش. این مردم ما هم چوروایی زم میشناسند دیگه، از کجا به چورو؟ یک روز در همین قضای الهی خداوند نصیب گردانده در همین مسجد جامع مرکزی
قطیش ملاقات کردیم دیدمش حضرتم. من زیارت طرفی او حضرت حرکت کرده است مردم طرفی ما. خدا جون تو لباس کنه. آقای نه بزرگترین فقیه عصره. ای بچه این ایرا زیارت کنه. نمیشناسنش آقای. برام واجب است در زیمه علما که امتان محمد صلی الله علیه و سلم با پیامبر آشنا سازند. پیامبر در نه فقط در میان امتش بلکه برای تمام جهانیان معرفی کنند. حیاتش، زندگیش. الحمدلله ما افتخار داریم که بزرگترین پیغمبرای خدا پیامبری ماست، رهبری ماست، پیامبری که فردا روز قیامت صاحب شفاعت عظماست، پیامبری که تمام دیگر پیغمبران در پشتش فردا روز قیامت صف میگیرند، لوای حمد در دست حضرت صلی الله علیه و سلم قرار میگیرند. کوری اندک نیست دوخی. اما ببینه که بزرگی حضرت در چیست. نمیگه که امتهای من شما بخره بچره بگردید. من هستم که فردا روز قیامت در پیش خدای تعالی شفاعت تو میکنم. برعکس تأکیدی در تأکید. مردم فردا روز قیامت شما را از عملتون میپرسند، هشتون را در سرتون بگیره. امام بخاری روایت میکنه میگه حضرت صلی الله علیه و سلم بالای شفا برآمد و تمام قریشی ها مراجعت کرد. بعد فتح مکه است. گفت یا معشر القریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من الله شیئا. ای قبیله قریش اطاعت کنه، فرمان خدا را ببره، برای قیامت خدا را توشه بغنداره، جان خدا را بخره. فردا روز قیامت در نزد پروردگار خدای نکرده اگر خدا از شما خوشنود نشود از دست من یگان کار نمیاد. که ما یقینا میدونیم که حضرت صاحب شفاعت عظما است. ما یقینا میدونیم که حضرت خدای تعالی بشارت داد ولسوف یعطیک ربک فترضی. زود است که خدای تعالی برات نعمت‌های عطا میکنه که البته تو خوشنود و راضی میشی. حضرت در حال جواب گفت که اذا لا ارضا و واحد من امتی فی النار. گفت در اون صورت من تا زمان یک نفر از امتام در دوزخ قرار دارند راضی نمیشم. اما ببینه حضرت تاکیدش ببینه که فردا روز قیامت هر کدوم تا جدا جدا میپرسند. قل لله شفاعت جمیعا. بگو که مر الله روز جمیع شفاعت ها. بعدا حضرت باز حلقه را تنگتر کرد. گفت یا بنی عبد مناف اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من الله شیئا. ای فرزندان عبد مناف. عبد مناف یکی از پسران قصی ابن کلاب است. نسل پیامبر صلی الله علیه و سلم به همین عبد مناف میرسه، میگه اجدادش. ببینید عبدالله، عبدالمطلب، هاشم، عبد مناف. گوه فرزندای عبد مناف شما نگویه که او حضرت صلی الله علیه و سلم امک بچه مونه یا خیلی شاید که دیگران را مقدسگیری نکنه لیکن ما را البته چیرز میکردگیست که اگر خدای نباشد زی بنده خشنود شفاعت همه پیغمبران ندارد سو. بعدا میگه حضرت حلقه را باز تنگتر کرد. عباسی امکش را مراجعت کرد. گفت یا عباس ابن عبدالمطلب لا اغنی عنک من الله شیئا. ای عباسی پسری عبدالمطلب هشتا در سرت بگی، هشتا در سرت بگی نگو من امک دوستداری پیغمبرم. هر کس سوال و جواب شد در پیش پروردگار تنها به تنها میته. در روزی که بین بنده و بین الله نه حجاب است نه ترجمان است، هر کس جواب سوال شد خودش در نزد خداوند میکنه. سبحان الله. بعدا حضرت نخست چشمش به صفیه رسید. صفیه عمش، صفیه دختر عبدالمطلب، صفیه شیرینر، صفیه که همه میدونه مادر زبیر ابن عوام در
حرب خندق وقتی مسلمان ها همون آماده جنگ با مشرک ها بودن و در خندق ها بودن، صفیه همون جاسوس یهودی را همین ایپا در افتاد با یک ضربه نیزه به همین صفیه مراجعت کرد. حضرت صفیه را به حد دوست می داشت. گفت یا صفیه عمت رسول الله صلی الله علیه و سلم لا اغنی عنک من الله شیئا. ای صفیه عمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، تو نگو که من یا مشکی پرم. حضرت البته دلش به من می سوزه و هشت در سرت بگه که وقتی خدای تعالی بنده را قبول میکنه دیگه یکان پسرید که دیگه در برش قبول نمیکنه که من جانی تو را بخرم. حساب و کتاب فردا روز قیامت با خداست رو به رو. بعدم میگه حضرت با نوریده چشمش بی فاطمه زهرا مراجعت کرد. بی فاطمه را هم در همونجا بوده است. گفت یا فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم، ای فاطمه دختری محمد صلی الله علیه و سلم، سلینی ما شئت من الدنیا لا اغنی عنک من الله شیئا. از همین دنیا چیزی میخواهی طلب کن، اگر از دستم بیایه برات مهیا میکنم، اما فردا روز قیامت سوال جوابت با پروردگار به همراه خطر. نامه اعمال در دست خودت تسلیم میکنه. اونجا دیگه ای دستی و کار ساخته نیست. سبحان الله. همین تاکیدا بود که ما الحمدلله ما میدونیم که امتان محمد صلی الله علیه و سلم، پیامبر ما صاحب شفاعت از ماست. خدای تعالی شفاعت حضرت صلی الله علیه و سلم در حق امتاش البته قبول میکنه، اما نماز میخونیم، روزه میگیریم، طاعت عبادت ما ترک نمیکنیم. و برای پیغمبر تاکید بود کرده است که خداوند وقتی قبولت میکنه به حجاب ترجمان در نزدش قایم میشه. لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع. فردا روز قیامت به انسان اجازه بازگشت داده نمیشود تا اینکه از 4 چیز نپرسنش. عن عمره فیما افناه. اول از همین امر سوالش میکنن که همین امر نازنینه که به هر یک دقیقهش زار بدی در چی تلف کردی. و عن جسمه فیما ابلاه. از این جسم سوالش میکنن که در چی فتراتش کردی. و عن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه. از مالش پرسانش میشود که مال از کجا پیدا کردی و در کجا صرف کردی. و میگه و عن علمه فیما فعل. از علمش پرسان میشود که ای بچه خدای تعالی علم داد، این علم از جانب الله میشود، چیکار کردی تو؟ مردم فهموندی و نفهموندی؟ برای الحمدلله ما آماده هستیم، ما تیار هستیم. اخی خدا رحمت و مغفرت کنه حضرت مولوی را، مولوی جلال الدین بلخی را. میگه آن جهود و مسلم و ترسا مگر همراهی داشتن با هم در سفر. یک مسلمان و یک یهودی و یک نصرانی باره هم سفر می شود. در سفر یک جا میگن. چون رسیدن آن سه همراه منزل هدیهشان آورد حلوا مقبله. در یک کاروانسرا رفتن جا گرفتن. اگه آدمای پولدار زمانای پیش هم خونه سنیمت میکردن، یک کوارتیر سنیمت میکردن. اما اگر کسی نمی داشت همون کاروانسراهای عمومی بدن جای به پول ابشگه می رفتن در همونجا چند مدت استقامت میکردن. اینا هم رفتن در هم یک کنجکی کاروانسرا جا گرفتن. یک آدم مقیمی دید در سر رخسارهاش و گرد غبار، فهمید که یا مسافر بدیم. هدیهشان آورد حلوا مقبله. یک کاسه حولا گرفته برای همیو را آورد که بخره. نان گرم، صحن حلوای عسل برد آنکه در ثوابش بد عمل. از بس که امید ثواب داشت میگه یک نان گرم گرفته است در بالای همون کاسه حولا مونده است و آورد که همین را بخره و ده حکم دعا کنه. تخمه بودن آن دو بیگانه زیخور بود صائم یوم آن مؤمن مگر. او نصرانی و یهودی عبید کردگی شکم و ترک، ای مسلمان روزدار به دستی بیچاره روزه داشته است. چند نماز شام آن حلوا رسید
بود مؤمن مانده در جوع شدید. همین وقتی روزکشویی دا آورد دست شوخی عادت انسان چخیلای طاقت میکنی همین وقتی خوردن شده خرو کدیدی دیگه طاقت ای دستت میتی حتی دیده بعضا دستا را نشسته اتکا میکنی. اونده کس گفتن ما از خر پریم این شبش بینیم فردایش خریم. یهودی و نصرانی گفتن شکموی مو سیرای حولا را همی زیبش خوردنش سهرای سهر زفترک میشود بیا مونمش سهر بخریم. گفت مؤمن نکی ما خود سیتنیم چون خلاف افتاد پس قسمت کنیم. هر کی خواهد قسم خود بر جان زند هر کی خواهد تا سحر پنهان کند. مسلمان گفت برادر این حقی سه کسا اینجا حقی ما هم است نباشه بیایی سه حصه تقسیمش کنیم. من گشنه مخی روزه دارم من حصه خدمه میخورم شما زفترک میکنید چیکار میکنید توکل تو بخدا. پس ورا گفتن زین حکمتگری قصدی تو این است تا تنها خوری. حیلگر گفتن اکی یک کاسه چی کیلویی داره که او را سه حصه تقسیم کنیم تا همین نیت تمیه که بیاره بمونیم شکمای ما سر دیل ما نکشه تو توقع بخوری. گفتن اقلیت باید به اکثریت اطاعت کنه. مرده طاقت میگیری سهر میخوری. اگه به این ظالما بیچاره چی بگو آخی زورش نرسه مرگزیده را خو میبره و گشنه را نگه بیچاره رفت در یک گوشکی کلوسه رو هم تا حلقه زد قچه کلوله کرد چشماش جقید. میگه پس بخفتند آن شب و برخواستند بامدادان خیش را آراستند روی شستند دهان هر یک داشت اندر ویرد راه و مسلک. سحر خوب خستند هر کس به همون رسم و رسوم خودش به دین و دیانت خودش یک روشن شوشتن اما عباداتشون انجام دادن. او دو نفر همون سراسیمه یک تاش همون یک دعای تورات خوند و یک دیگرش یک کریس کشید اومدن در سری سفره شیشتن. این مسلمان افتوای او گرفت تورات کنی رفت 10-15 منوت منتظرش ایستادن. بعدم میگه اومد گفتن ای بچه بیو بخری مخی. گفت ولی من عبادت من نکردم این آمادگی به عبادت بود. رفت رکعت نماز فرضی بامداده با ترتیل تجوید 60 آیت خواند به هزاری خسرو. اینا نگه دارن در عبادت ای و در همون سرپرستی و تقواش حوثش اومده است که این مردک دین تو بگره گشنه بود شب تا زهر گشنه بود این چه خیل طاقت کرده است خیل نماز میخونه. بعد نماز خواند و اومد در پهلوشان شیشت. اون یکی گفت تا که هر یک خواب خیش آن چی دید او دوش گو آورد به پیش. هر کی خوابش بهترین را او خورد قسم هر مفضول را افضل برد. این جهود مردم بسیار شستریک می شود. بچه ها گفت این هم یک پرسای شکم یک تمونه سیر میکنه. بیایی همین خوابای شبانتون بگین البته خواب دیدگیشته کن همین خوابی کسی رحمانی باشه و خوابی کسی بهتر باشه ای شیر مادرش حلال بگیره میره بخوره. ما ای باری حقا مگذشتیم دیگه او را خوابونهشون هم نپرسید سر کرد. پس جهود آورد آنچه دیده بود تا کجا شب روحی او گردیده بود. گفت در شب موسی هم آمد به پیش. ای بچه ها گفت حضرت موسی کلیم شب در خواب دیدم. موسی که برای حضرت عیسی میگه من برای تحکیم شریعت موسی اومدم برای عوض کردنش نه. موسی که در قرآن شما مسلمانان نامش 136 مرتبه ذکر شده همه حضرت بزرگوار را در خواب دیدم. گفت در شب موسی هم آمد به پیش گربه بیند دنبه اندر خواب خیش. این جهودا تمام جنایات چونه به نام حضرت موسی پیشد میکنن. هم پیشک در خوابش فقط دیده که دنبه را خواب میبینن با فایده و منفعت دنیویشو دائما میرن نامش میکشن میورن. از پی موسی شدم تا کوه تور هر سوم گشته مستغرق زنور هم من هم موسی و هم کوه تور. حضرت دست مگرفت که تورم برد میگه تا سحر در زیر نور و پرتو الهی بدیم اوکی در عبادت در لذت تا سحر ما به عبادت مشغول بدیم همراه حضرت موسی علیه السلام. این خیلی خوب شما در امری سرتون نمیبینه و حول حقی منه. این نصرانی ششتگی گفت جورا گپ تمام شد مورم نوبت بته اکرد. بعد از آن ترسا در آمد در کلام
که مسیحم رو نمود اندر منام، من شدم با او به چهارم آسمان، مسکن و مأوای خورشید جهان. نصرانی گفت او برادر گفت خوابی تو خوابی خوب اینه که خوابی تو خوابی زمینی ای. من عیسی علیه السلام در خواب دیدم، حضرت دست مگرفت آسمانی چهارم برآورده کرد، تا سحر ملائکه ها آچ را ایستاده زیارت میکردند. خوابی تو کجا خوابی من کجا؟ این حکیمه های مسلمان خب های. و گفتن ای بچه تو خواب ندیدی؟ پس مسلمان گفت ای یارانی من، پیشم آمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سلطانی من. مسلمان گفت که منم خواب دیدم. ما در خواب گفت دروغ نمیگه. ای همه دروغترین دروغ ها همین است که کسی خواب ندیده است بر دروغ میگه من خواب دیدم. کسی حضرت در خواب ببینه گویا واقعا دیده استش. حدیث امام بخاری است، حضرت میگه من رآنی فی المنام فقط رآنی، هر کسی مرا در خواب دیده است واقعا دیدگی است. فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان هیچ وقت شکل صورت محمد گرفته نمیتونه. شب حضرت دید میگه مثل ماه شب 14 در روی کاروانسرا در اومد، همه منور شد. پس مرا گفت آنیا که بر تور تاخت، با کلیم حق نرد عشق باخت. خدا جان تمسک نگفت مستی خوب. بچه یا رفیقت همراه موسی علیه السلام در کی تور عبادت کرده سی. وان دیگر را عیسی صاحب قران برد بر فرق چهارم آسمان. او یک نفر دیگرش همراه حضرت عیسی در آسمان چهارم ملائکه ها زیارتش کرده استند. خیز ای پسمانده دیده ضرر، بار آن حلوای یخنی رو بخور. او خدا جون تماس کنه تو روزداری بخی اقلا هم حلوا رو بخور. روز افطار که برای روزدار افطار خودش عبادت های. ای سلیم گونی و پسمانده هین، برجه و بر کاسه حلوا نشین. ای خدا جون تماس کنه بخی ایدی سیتی جمعی کار میویم. اون مردم دیگه در عبادت پروای خوراک ندارن، بخیش کم دستیر کرد. ایگه پاکی گفت سراسیمه جدن میپرن میخیزن، کاسه در بلوی تاکچه موندگی کاسه خالی بود. حضرت شب زد استش لیسیده تا زیخ شلو. همه آرامی و با سکون و با ترتیل تجوید قرائت کردنشو، همش ترتیل تجوید قرائت کردنشو، همش ایسا بشکم شرده آخی. حضرت میگه اذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. وقتی طعام شام نماز شام یک وقت جمع شید، اول شما طعام بخوری، نفستون آرام کنی، بعد نماز بخونی. پس مرا گفتن اونگاه ای حریص ای عجب خوردی تا حلوا و خبیث. ای خدا جون تماس کنه گفتن با یک خوب تا حقی مورا خوردی؟ نو پرسیده اوخ در اونجا حقی مورا هم بدکو. گفت چون فرمود آن شاه مطاع، من کیم تا کی نمایم امتناع. او وقت گفت فرمان از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم است، من سگی کجام که فرمان پیغمبری خدمت برام. تو جهود از امر موسی سرکشی، گر بخواند در خشی یا ناخشی. تو مسیحی هیچ از امر مسیح سرتوانی کرد در خیر قبیح. اما چه شما همین یک فرمان از جانب پیغمبر تو بیا اجرا نمیکنه؟ من زی فخر انبیا سر چون کشم، خورده هم حلوا و این دم سرکشم. و حضرت اگر میگفت جان تفیدا که جان مفیدا میکردم، اونی که با گشنه بدم حلوای شیرینی با مذهب دای. پس ورا گفتن والله خوابی راست تو بدیدی وین به صد خوابی ماست. بعد اقرار کردم با خدا قسم گفتن خوابی حق تو دیدی، با خودت خوابی پلیز دیوخی ماشاءالله. شکمبک تمسیح شد. جهود گفت من به خاطر یک کاسه حلوا شده روم سیاه کردم، حضرت موسی را کشیدم مثال آوردم، با این کثافت گفت ایبد هم گذرون، با دروغ گرفت دروغ آسمانی کرد. نه که الحمدلله که اوکی غرض اینجا حلوای دنیا نیست، غرض از حلوا هم توشه آخرت هست که ما توشه آخرت داریم. ما دعوا نمیکنیم که ما امتی برگزیده الله هستیم و خدای تعالی آتش جهنم بر بدن ما حرام گردانده است. نه، ما الحمدلله میگیم که ما بنده هستیم، مستحق آتش جهنم هستیم. اگر رحمت خدا نباشد، اگر شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم نباشد،
اگر همین عاجزی و بندگی ما نباشه مستحق آتشیم. ما نمیگیم که حضرت عیسی آمده جان ما را خریده دیگه خلاص فردا روز قیامت ما عقاب نداریم حساب نداریم. نه، ما میگیم که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم شفیع مشفع، البته شفاعتش پذیرفته میشود. حضرت حتی بشارت داده است که شفاعتی لاهل الکبائر من امتی، شفاعتی من برای اهل کبائر امتم حساب میخورم. اما از بس که حضرت ما را تاکید کرده است عبادت میکنیم، توشه داریم، امید داریم از خدای بزرگ خداوند. اگر چندی همین نمازهایی را میخونیم با نقصان کبودی به درگاهش قبول میکنه و فردا سببی همون زمانی دراز مان میشود که خدایا در قبل نعمتهایی که علی دوام برام رسونده 5 وقت نماز خوندیم. خدا را شکر میکنیم که پروردگار ما را هدایت کرده است. ماه شریف رمضان روزه میگیریم، شاید نقصان و کمبودی های زیاد داریم اما خداوند بزرگ است که التجا میکنه که پروردگار رو قوت ما همین کم میرسید به همین قوت اندکی خدمون همین روزه را گرفتیم. خدایا تو بپذیر و همین را سپر ممکن برای نجات از آتش جهنم. عمر هم گریبونش گرفته کشا کرده پیش حضرت آوردش. انا بو که این غلط میخونه قرآن. به حضرت گفت کو بخون؟ خوند همون نون شیزوها گفت. به حضرت عمر گفت یا عمر تو بخون. حضرت عمر خوند همون کلمه را ننشروها خوند. ننشروها. ولی نمی روایت حفص با قرائت عاصم ده ننشروها اومدگی ای. اونا روایت نافع ده نون شیزوها ای. و ورش ای نافع چی میکنه کو؟ انا بعد حضرت گفت ترام درست خوندی؟ و گفت یا عمر این هذا القرآن انزل على 7 احرف. این قرآن بر 7 حرف نازل شدگی ای. همون 7 حرف به همین معنی که وابسته به لهجه ها و بعضی اینم تاری فرق تفاوت ها هسته. اما از بس که او وقتا نقطه نبود، حرکات نبود، زیر زبر نبود، این سکونات و این چیزا نبود، نقطه هم نبود است. این همی در نوشت، این همی رسم الخط عثمانی میگم. رسم الخط عثمانی خط حضرت عثمان، اون هم قرآنی که از زمان حضرت عثمان اولی مونده است که اون نه نقطه داره، نه حرکات داره، نه سکانات داره، نه شروها و نون چیزها هر دش یخیل نوشته میشه. نون چه فرق اون در شکمش یعنی آخه همین مثال اولی لغت ها را ببینید بعد میگن که نقطه مفوق یا متحت، اینا فرض کرده نون باشه نقطه مفوق میشوه، نقطه متحت کشید بوم میشوه، یا که دو نقطه بالا میگه ت میشوه، نمبر کدگی ای هم داشتی. یعنی همین چیزا نبود. رسم الخط عثمانی هر دش در بر میگیره. یعنی بر رسم الخط عثمانی بنویسی قرائت ورش هم همیه، مثلا چی روایت ورش هم از قرائت نافع، روایت مثلا اینا حفص ابوبکر عیاش یورم از عاصم عینا هم خیلی نوشته میشه. همین بزرگی همین رسم الخط هم در همیه که 7 حرف همش در خودش گرفت. اینا یا جو مثلا میخونی تساقط علیک رطبا جنیو، تساقط یا جدا یساقط اومده است همی هم دسته یا جدا همین بابی فعلش دیگه تساقط هم دسته یا جدا اومده است یساقط. با این شکلو حتی همین 7 قرائت داره میگن همین کلمه تساقط. اگه از بس که در این منطقه ما و در تمام دنیا بیشتر همو انا قرائت عاصم مشهوره. این قرآنایی که در دست ما هسته اما قرائت عاصم به همین عادت کردگی. نباشه قرآن بر 7 حرف نازل شدگی برای سبک شدن مردم. نازکیاش خیلی زیاد تنیره. همین موضوع من 1 ساعت صحبت دارم در جمعه. 1 ساعت صحبت ای. ولی همین بزنه جمع واری قرآن مفصل صحبت کردگی. کمیش یارا خیلی ترتیب دادن عبارت ای کیا بده. خاک مردم متاسفانه هم قصه را بسیار دوست می‌دارن. هم قصه را ای بین میکشن میبرورن. نباشه صحبتو بسیار صحبتای مفصلن. در موضوع حدیث والله اعلم 15 جمع صحبت دارم. تمام نمود حدیث صحیح لغیره لنفسه، حدیث ضعیف چند خیل میشوه و یالا طبقات راویو موضوع علمی هم مصطلح الحدیث ای بلوی منبر درس گفتگی هم. اگه خیلی نوجوان مرد خیل میشه بعد به غیرت ها این دوبلو شیخ القیسه ای اگه ناشگری چه وقت قیسه را چی میفهمی؟
اگر هم قصه را نکنی اون مردم خواب میبره او را هضم کرده نمیتونن. تو گوساله عقل داشته باشی ایسه یه حصه قرآنی از این مشان قصه پیغمبرای پیشینه قومای پیشینه حتی خدای تعالی قصه دشمناش آوردگی همونی که بر ضد خدا و پیغمبر و دشمنی ورزیدن قصه پشه را میاره مثل عنکبوت ها میزنه یک مقدار بینهایت زیادی احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم قصه ها عجیب همین که این لعنتی با همون فرمای همون بحث مباحثه شو رنگ همون مشرکای زمان پیغمبر بدست همون لعنتی ها را همین قرآن هم خیلی طعنه میزدن این قرآن همش قصه حضرت یوسف زلیخا حضرت مولوی میگه چون کتاب الله بیامد هم بران این چنین طعنه زدند اون کافران که اساطیر است افسانه نژند نیست تعمیق و تحقیق بلند. قرآن اومد میگه این لعنتی و اینمی طعنه زدن که همه افسانه ذکر یوسف ذکر زلفی پرخمش ذکر یعقوب و زلیخا و غمش کودکان خورد فهمش میکنن نیست جز ذکر پیسند و ناپیسند. ربی اثر علمی نیست گفتن نعوذ بالله. بعد میگه خرچی ناند لذت قند نبات تبره که باشد و کنجی ربات. حقیقتا این خرا و گسولو چرا میفهمن آخی؟ او قصه شیرین میکنه در یاد آدم در ذهن آدم نقشش میبنده نه که موضوع مهم بدن موضوع جدی بدن.